دوستان عزیز سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. اولا خیلی ممنونم از استقبالتون از ویدیوی قبلی که بعد از 1 سال ساخته شده بود. خیلی ممنونم از کامنت ها و نظراتی که گذاشتید و بر اساس نظراتی که گذاشتید من یه تغییری توی ویدیوی جدید ایجاد کردم. یکی اینکه سعی می‌کنم یکم سریعتر صحبت بکنم، چون سری قبل خیلی آروم حرف می‌زدم، هم خودم دور تند ادیتش کردم، همین که بعضی از شماها با دور تند گوش دادید. دومی که یه ساختار بهتری به ویدیو میدم و سعی می‌کنم درس ها رو موضوع محور ارائه بکنم که فریزال ورب هایی که یاد میگیریم با هم پراکنده نباشن، حول یک تم خاص و یک محور خاصی باشن. و امروز هم درباره مشغول بودن و کار کردن وقتی سرتون شلوغ هست، درباره این تم فریزال ورب های متعددی رو بهتون آموزش میدم. همچنان با متن هست، متن رو هم میبینید هم میخونم و بعد هم فریزال ورب ها رو با هم یاد میگیریم. تغییر بعدی که باز طبق نظرات خودتون ایجاد شده اینه که یک فایل PDF همراه هم برای این درس تهیه کردم که با کمک چت جی پی تی مثالهای بیشتری هم بهش اضافه کردم و لینکش رو در توضیحات ویدیو و اولین کامنت که پین خواهد شد قرار میدم که بتونید دانلود بکنید و استفاده بکنید. قبل از اینکه بریم سراغ درس، من یه نکته خیلی کوچولوی دیگه فنی بگم خدمتتون. بعضیا کامنت گذاشتن یا توی اینستاگرام به من دایرکت دادن، گفتن که چرا این ویدیوتون هوش مصنوعی بود و من متوجه نشدم منظورشون چیه، تا اینکه فهمیدم که گزینه دوبله یوتیوب چند وقتی از فعال شده و برای بعضی از شما این ویدیو نمیدونم حالا به چه شکلی ولی دوبله میشه و یا هوش مصنوعی اینو به انگلیسی یا فارسی نمیدونم چه زبونی براتون میخونه. پس یادتون باشه اگه یه وقت عجیب غریب بود این ویدیو، بدونید که گزینه هوش مصنوعی و گزینه فکر میکنم دوبله هست یا ترجمه یا هر چیزی، نگاه بکنید ببینید چیه. اینو غیر فعال کنید توی اپلیکیشن یوتیوبتون و بعد ویدیو با صدای عادی خودم پخش میشه. من خودم هستم اینها و هوش مصنوعی نیستم واقعی. بریم سراغ درس امروز. خب همونطور که گفتم درس امروز بچا درباره مشغول بودن یا کار کردن یا وقتی که سرتون شلوغ هست سر کار، درباره این تم هست و فریزال ورب هایی که با هم یاد میگیریم حول این محور. اول متن رو شما میبینید و من براتون میخونم و بعد میریم سراغ تحلیل کلمه به کلمه و عبارت به عبارت این متن. البته تمرکزمون بیشتر روی فریزال ورب ها خواهد بود. Last month was extremely busy at work. First, I was tied up with meetings for 2 days. Then I went away to a conference, and while I was gone, emails piled up. When I came back, I was completely snowed under. I had to slave away in the evenings to catch up with everything. At the same time, our company was branching out into children's clothes, so I was working on new designs and working towards a big product launch. It was hard, but I decided to keep at it and stick at the project. Even though I was busy, I managed to squeeze in lunch with a friend. I was tired, but I didn't wriggle out of my responsibilities. By Friday, things were finally under control. خب چند درصد از این متن رو متوجه شدید؟ انتظار ندارم که تمام کلمات و عبارات و فریزال ورب ها رو الان متوجه شده باشید، ولی اگر کلیت متن رو متوجه شدید همون کافیه. حالا میریم سراغ بررسی تک تک فریزال ورب هایی که استفاده شده، تعریفشون میکنم و بعد برای هر کدوم 1 یا 2 تا مثال یا اگه بشه 3 تا مثال ارائه میکنم. خب اولین فریزال ورب to be tied up with something. To be tied up with something. توی متن این جمله رو داشتیم. First, I was tied up with meetings for 2 days. To be tied up with something یعنی درگیر و مشغول کاری بودن. To be very busy and not have time for other things. To be tied up with something. 3 تا مثال. Sorry, I can't talk right now. I'm tied up with work. I'm tied up with work. اینجا میتونید بگید I'm busy with work. ولی خب پیشرفته ترش اینه که بگید I'm tied up with work. To be tied up with something. She was tied up in meetings all morning. She was tied up in meetings all morning. کل صبح درگیر جلسات بود. یه مثال دیگه. We are tied up this week. We are tied up this week. So let's meet next week. Let's meet
next week. این هفته درگیریم، سرمون شلوغه، مشغولیم. هفته بعد ببینیم همراه یا هفته بعد جلسه داشته باشیم. خب میریم سراغ فریزال ورب بعدی. pile up. pile up. توی متن این جمله رو داشتیم. While I was gone, emails piled up. While I was gone, emails piled up. میگه وقتی که نبودم، کنفرانس رفته بود، تعداد ایمیل ها زیاد شد، رو هم جمع شدن ایمیل ها. پایل بچه خودش یعنی یک کپه، یک تپه، یک در واقع حجم عظیم. To pile up means to increase in number. وقتی کارا رو هم جمع میشه از عبارت pile up استفاده میکنیم. کارام همه رو هم جمع شد. نبودم، همه ایمیلام رو هم جمع شد. I was away, emails piled up. Dirty dishes piled up in the kitchen. Dirty dishes piled up in the kitchen. ظرفای کثیف تو آشپزخونه رو هم جمع شدن. Homework can pile up if you don't do it every day. Homework can pile up if you don't do it every day. تکالیف میتونه رو هم جمع بشه اگه هر روز انجامش ندی. پس to pile up. To be tied up اولیش بود، بعدیش pile up. دوتاش با آپه. خب میریم سراغ phrasal verb بعدی. To be snowed under. To be snowed under. فکر کنم از کلمش بتونید حدس بزنید. خیلی از این phrasal verb ها رو بچه شما از خود کلمه میتونید حدس بزنید. البته نه همیشه ولی گاهی میتونید. مثلا pile گفتیم به معنای حجم عظیم یا کپه یا تپه یا تلمباری از مثلا کار یا هر چیز دیگه ای هست. یا مثلا اینجا snowed under. snow یعنی برف. under هم که یعنی زیر. حالا اینجا snowed under یعنی زیر کار غرق بودن. توی متن این جمله رو داشتیم. When I came back, I was completely snowed under. When I came back, I was completely snowed under. وقتی برگشتم کامل زیر کار غرق شدم. یا زیر کار دفن شدم. دفن نه. غرق شدم. So, to be snowed under with something means to be extremely busy with work. Okay? To be extremely busy with work. We are snowed under before the exam period. We are snowed under before the exam period. خب میریم سراغ عبارت بعدی. Slave away. Slave away. Slave خودش یعنی برده. احتمالا این کلمه رو جایی شنیدید یا دیدید. حالا توی متن چه جمله‌ای داشتیم؟ I had to slave away in the evenings. I had to slave away in the evenings to catch up with work. حالا اون catch up with work رو بعداً توی بخش بعدی توضیح میدم. ولی I had to slave away in the evenings. خب میتونید حدس بزنید معنیش چیه؟ slave یعنی برده. I had to slave away in the evenings. احتمالاً بعضیاتون تونستید حدس بزنید. یعنی مجبور بودم خیلی کار بکنم. مثلا یه برده مجبور بوده کار بکنه. I had to slave away in the evenings. البته معنیش این نیست مجبور بودم مثل یه برده کار بکنم. یه وقت سوء تفاهم پیش نیاد. To slave away means to work very hard for a long time. برای مدت طولانی خیلی سخت کار بکنی. He slaved away all weekend on the project. کل آخر هفته رو داشت روی پروژه کار میکرد به سختی. She slaved away in the kitchen preparing dinner. بچه این slave away یکم به دیدید میگن طرف جون کند واقعا. یعنی اینقدر به سختی کار کرد میگه دارم جون میکنم واقعا. دارم جون میکنم از بس دارم سخت کار میکنم. این یکم به اون معنی به اون عبارت توی فارسی نزدیکه. یعنی خیلی داری واقعا سخت کار میکنی. حالا اینجا یعنی به سختی تو آشپزخونه کار کردم که شام آماده بکنم یا جون کندم تو آشپزخونه که شام آماده بکنم. I had to slave away to finish the project. I had to slave away to finish the project. به سختی مجبور بودم کار بکنم که پروژه رو تمام بکنم. باید جون میکندم که پروژه رو تمام بکنم. از چالش های این مدل جدید نشستن اینه که با دستام نمیدونم چیکار کنم. ولی خب سعی میکنم catch up with work. خب آخر جمله هم داشتیم to catch up with work. To catch up with work. To catch up with something means to reach the same level after being behind. یعنی به کارهای عقب مونده برسی.
To catch up with something. بعضی وقتا هم از یه نفر عقب افتادی، مثلا مسابقه 2 یا چه میدونم تو مسیر زندگی عقب افتادی از یه نفر دیگه که داری خودتو باش مقایسه میکنی. You catch up with them. Okay? You catch up with them. سعی میکنی بهش برسی. So, to catch up with something or someone. She worked late to catch up on her emails. She worked late to catch up on her emails. تا دیر وقت کار کرد که بتونه به ایمیل‌های عقب افتادش برسه. نم از این. خب یه عبارت دیگه هم توی متن داشتیم که حالا دیگه من اینو براش مثال نمیزنم. عبارت branch out. branch out بچه branch خودش یعنی چی؟ آفرین. یعنی شاخه. شعبه شاخه، مثلا شاخه درخت رو بهش میگن branch. شعبه فروشگاه مختلف رو بهشون میگن branch. اوکی branch. حالا تو branch out یعنی شعبه جدیدی ایجاد کردن یا به حوزه جدیدی وارد شدن. مثلا وقتی کسب و کارا به یه حوزه جدیدی وارد میشن اینو بهش میگن to branch out. اوکی مثلا شما کار لباس داری میکنی، لباس بزرگسالانه، توی این متن هم همینطور بود و میری تو کار لباس بچه‌ها. You branch out into children's clothes. یعنی در واقع وارد اون حوزه میشی. حالا یه دوتا مثال هم بزنم دیگه بدون مثال رهاش نکنیم. The company is branching out into online sales. شرکت داره وارد حوزه فروش آنلاین میشه. اینجا دیگه صحبت از شعبه داشتن نیست. اینجا صحبت از وارد حوزه جدیدی شدنه که قبلا فعالیت نداشتید. He wants to branch out and learn photography. He wants to branch out and learn photography. میخواد وارد حوزه جدیدی بشه و عکاسی یاد بگیره. مثلا معلمه و میخواد عکاسی هم یاد بگیره. He wants to branch out and learn photography. خب بچه‌ها یک نکته تلفظی هم داریم توی این درس که من اینم بهتون بگم. ما دو تا کلمه شبیه هم توی این درس داشتیم. کلمه launch یه آی خیلی بلند و کلمه lunch. launch. این دوتا رو شما باید حتما از نظر تلفظی درست تلفظ بکنید وگرنه اشتباه فهمیده میشه منظورتون. To launch a new project یا to launch a new product. launch به معنای شروع کردنه، البته معنای شلیک موشک و راکت و اینا میده. مثلا وقتی میخوان راکت بفرستن فضا از کلمه launch استفاده میکنن. تلفظش هم دقت بکنید، اسپلینگش یا دیکتش رو هم دقت بکنید. spelling. اوکی spelling. این هم دقت بکنید. launch خیلی کوتاه تکرار بکنید بعد من. launch. آفرین. اینو 2-3 بار که بگید براتون جا میفته. 2 تا عبارت، 2 تا phrasal verb باز شبیه به هم داریم که اینا رو باید معنیشو یاد بگیرید که با هم قاطی نکنید. To work on something, to work towards something. To work on something احتمالاً بلدید اینو. I'm working on this video now. دارم الان روی این ویدیو کار میکنم. I'm working on this lesson now. دارم روی این درس کار میکنم. I'm working on this project now. دارم روی این پروژه کار میکنم. ولی working towards something means working on something and making progress. Okay? Making progress toward a goal. یه هدفی دارید، یه پروژه‌ای دارید و دارید برای رسیدن بهش کار میکنید. Towards یعنی به سمت چیزی. 2 تا مثال، 3 تا مثال هم با هم بررسی بکنیم. I'm working towards becoming a teacher. دارم به سمت این هدف کار میکنم که معلم بشم. این در واقع یعنی همون تلاش کردن تا به چیزی برسید. پس working towards something. We are working towards finishing the project. داریم به سمت تمام کردن پروژه گام برمیداریم. تلاش داریم میکنیم و داریم پیشرفت هم میکنیم. یعنی این معانی رو توی دل خودش داره. هم داری روش کار میکنی، هم داری به سمتش حرکت میکنی، به سمت اون هدف یا پروژه‌ای که داری و هم داری پیشرفت هم میکنی. این 3 تا معنی رو داخل خودش داره. To work towards something. بریم عبارت بعدی. باز اینجا بچه 2 تا عبارت شبیه به هم از نظر معنایی داریم. To keep at something و to stick at something. To keep at something, to stick at something. این 2 تا رو میتونید خیلی راحت حفظ بکنید. یعنی مثل همون work on something, work towards something، چون از نظر معنای شبیه به هم هستن و نزدیک به هم میتونید خیلی راحت حفظشون بکنید. Keep at something, stick
at something. دوتاشون هم at دارن. توی متن این جمله رو داشتیم. It was hard, but I tried to keep at it and stick at the project. It was hard, but I tried to keep at it and stick at the project. دوتاش به معنای ادامه دادن یه چیزی، یعنی بچسبی به کار و ادامه بدی. قطعش نکنی. Keep at it. Stick at it. حالا اینا معمولاً جایی استفاده میشن که شرایط هم سخته، یعنی چالش برانگیزه ولی شما به رغم اون چالشی که وجود داره کار ادامه میدی، تسلیم نمیشی. You do not give up. So to keep at something means to continue doing something without giving up. Learning English can be hard, but stick at it or keep at it. یادگیری زبان میتونه یکی هم سخت باشه ولی ادامه بده، تسلیم نشو، به رغم سختی ادامه بده تا موفق بشی. حالا تا موفق بشی خودم اضافه کردم، تو جمله نبود. She stuck at the job despite the challenges. She stuck at the job despite the challenges. علیرغم چالش ها چسبید به کار ادامه داد. She stuck at the job. Stick, stuck. گذشتهش stuck. خب 2 تا phrasal verb دیگه داریم که ممکنه براتون یکم عجیب غریب و چالش برانگیز باشه. این 2 تا رو هم بهتون آموزش میدم و میشه پایان درس امروز. Squeeze in. Squeeze in. Squeeze بچه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو فشار دادن. مثلا یه اسفنجی رو شما توی دست میگیرید و پرتقال رو میگیری دست و you squeeze it. اوکی؟ فشارش میدی. میچلونیش به اصطلاح. حالا to squeeze in یعنی وقت نداری، جا نداری، فرصتشو نداری، یه جوری جاش میدی تو برنامت. To find time for something in a busy schedule. To find time for something in a busy schedule. I squeezed in a quick coffee before work. قبل از کار وقت برای یه قهوه باز کردم برای خودم. Can we squeeze in a short meeting tomorrow? Can we squeeze in a short meeting tomorrow? میتونیم فردا یه جلسه خیلی کوتاه تو برناممون قرار بدیم. در واقع زور چپون کردن تو برنامه است. وقت نداری؟ You squeeze in a quick workout. وقت نداری ولی با این حال یه ورزش خیلی سریع تو برنامه‌ت میگنجونی، زور چپون میکنی. You squeeze in a quick lunch. یه نهار خیلی تند تو برنامه‌ت میذاری با وجود اینکه وقت نداری. خب میریم سراغ عبارت آخر. Wriggle out of something. To wriggle out of something. Wriggle out of something. به W اولش دقت بکنید. Wriggle. و اینکه 2 تا G داره. به دیکته دقت بکنید که غلط املایی هم نداشته باشید. To wriggle out of something means to avoid something. از یه چیزی شونه خالی کردن، در رفتن، اجتناب کردن از چیزی، همه این معانی رو داره. To avoid something. Okay? از چیزی شونه خالی کردن. Don't wriggle out of your responsibilities. از مسئولیتات شونه خالی نکن. Don't wriggle out of your responsibilities. She tried to wriggle out of helping us. سعی کرد از کمک به ما شونه خالی کنه. خب اینم از درس امروز. امیدوارم که این درس براتون مفید بوده باشه. بازم هر نظری دارید توی بخش کامنت ها بنویسید. من نظراتتون رو میخونم. علیرغم اینکه ممکنه نتونم به همه جواب بدم ولی همه رو میخونم واقعا و تا جایی هم که بتونم با افتخار جواب میدم، لایک میکنم. ولی خب تعداد وقتی زیاد باشه واقعا نمیرسم. ولی همه رو میخونم. پس نظراتتون رو به من بگید. خیلی خوشحال میشم از دیدن نظراتتون و تا ویدیوی بعد.